سلام خانم ها آقایون، شبتون بخیر. ممنون که خوبی از خودتون رو انتخاب کردید و تماشا میکنین. یک سری روزها، هفته ها یا بعضی ماه ها هستن که یادآور یک خاطره جمعی هن. خاطره جمعی به این معنا که وقتی که اون روزها میرسن، وقتی که با اون اتفاقات ما رو در رو میشیم، وقتی یه موسیقی رو میشنویم، وقتی یه تیتراژی رو میبینیم، وقتی یه فیلمی رو نگاه میکنیم یا یه کتابی رو میخونیم، احساس میکنیم که تعداد زیادی از آدمها با اون ماجرا یک حس مشترک دارن. مهر ماه از جمله اون ایام هستش و بعضی از اتفاقاتی که تو مهر ماه افتاده واقعا به قول بعضی از دوستان خلاصه به درد خاطره بازی میخوره و به درد زنده کردن نوستالژی. دو تا مهمون رو امشب ما در خدمتشون هستیم که خاطره جمعی بزرگی خیلی از ماها با این عزیزان داریم. بریم بهشون خوش آمد بگیم. به من بگو بدونم هر آدمی چند تا دونه انگشت توی دستاش داره. آقا اجازه هلند نکن، دست و پاهامو گم نکن. جواب بده. آقا اجازه الان میگم، دست و پاهامو گم نکن. آقا اجازه جواب میدم، زودتون سریع جواب میدم. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. آخه چطور همچی چیزی ممکنه مبصر 4 ساله کلاس؟ آقا اجازه جواب میدم، زودتن سریع جواب میدم. 10 و 9 و 8 و 7 و 6، 10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. 10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. 10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. آخه چطور ممکنه بچه ها؟ خیلی از ماها با بعضی از موسیقی های مربوط به ایام ماه مهر، خیلی از ماها با بعضی سریال ها، اما یه تعداد خیلی زیادیمون با یک تیتراژ خیلی معروف و با یک برنامه خیلی دوست داشتنی که 2 دهه از پخشش گذشته خاطره ای رو داریم که من خودم واقعا تو این 2-3 روز گذشته که مهمونای ما افتخار دادن و قطعی کردن حضورشون رو تو برنامه، با هر کدوم از دوستام تو رده‌های سنی مختلف با جایگاه‌های اجتماعی مختلف صحبت می‌کردم. بلافاصله یک آهی از دلشون بلند می‌شد و خلاصه اینو مطرح می‌کردن که وای چقدر جالب بعد از این همه سال ما دوباره قراره با این عزیزان رو در رو بشیم. من می‌خوام خوش آمد بگم به جناب آقای موهبه بهری. خیلی خوش آمدید آقای موهبه بهری. ممنون، تشکر می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بیننده‌های عزیز و جوانان سابق. یکی جوان‌های الان، کودکان دیروز، البته کودکان امروز هم همچین با شما غریبه نیستن. حالا مخصوصا در خصوص اون فصل 3 برنامه‌تون که با هم صحبت می‌کنیم این ارتباط برقرار شد. جناب کد خدایی خیلی خوش آمدید. سلام میگم خدمت شما و بینندگان محترم. من هم در خدمت شما هستم و بسیار خوشحالم که در این برنامه بسیار بسیار مفرح و شاد در خدمتتون. خواهش می‌کنم، خیلی افتخار دادید به ما، خوشحالمون کردید. آیه موهبه بهری، من می‌خوام شروع بکنم سوالاتم رو باهاتون. عرضم به خدمتتون مجموعاً من رزومه کاری و البته رزومه مفصل کاری شما رو که مرور می‌کردم می‌دیدم که شما به شدت نسبت دارید با موضوع معلمی و کلاس و درس و همین خاطره هم خیلی پررنگ باقی مونده. یکی داستان اولین خاطره که تعریف کرده بودید تو 23 سالگی ظاهراً نمایش معلم من بوده که باهاش درگیر شدید، درسته؟ برای نمایشنامه از آقای پیتر هاندکه به اسم معلم من پای من. اولین بار بود که با نمایش روبرو شدم و فکر کردم که کار من بازیگری خواهد بود در آینده. بسیار عالی. بعد اون وقت مجموعه هایی هم که از شما خیلی موندگار شد همین قرمز قلقلک بودش. بله همون. و شاگرد اولی ها، یعنی باز هم بحث بله شاگرد اولی ها یه کاری بود که معروف بود اون موقع به پدر پادشاهی پادشاه دیوانه ای بود. 2 تا بچه داشت، هر کدومشون نسبت به اون یکی از نظر عقلی کم هوش‌تر و وادار میکرد که این آقای معلمی که آورده بود به بچه‌هاش 20 بده و به اون بچه درس خونه که بچه یه کارگری بود بهش نمره نده. همش هم شکنجه میکرد این آقای معلم رو. اینم یه برنامه‌ای بود که مرتبط با همین بود. آقای کد خدایی، اول شما بفهمید الان چی کار دارید میکنید؟ من خودم خود بیخبر شدم ازتون. عرضم حضورتون که الان یه سری کارهای متفرقه و سینمایی بود که تموم شد، از جمله مینیبوس که همین چند روز پیش از شبکه 2 پخش شد، فیلم سینمایی مینیبوس که تقریبا در ژانر کودک و نوجوان و یه فیلم موزیکال شاد عروسکی بود.
این تقریبا آخرین کاری که از شبکه 2 پخش شد، همین تقریبا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روزهای بعد از عید فطر بود. بله. عرضم به حضورتون که یک سریالی داریم به نام سریال ماجراهای عمو سلامتی برای شبکه سلامت، در 100 قسمت در خدمتتون هستم. خیلی عالی. بعد عرضم به حضورتون که خب ما سالیان سال عرضم به حضورتون کارهای متفرقه و تئاتر از سال 61 برای شبکه 1 و 2 اون موقع که بیشتر از 2 شبکه نداشتیم ضبط کردیم تا عرضم به حضورتون در چند تا کارم در خدمت آقای محبری بودیم. شما اصلا رابطه کاری شما با آقای محبری خیلی قبل از اون بله بله یعنی کوچه عاشقانه بودش فکر می‌کنم. بله 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 کار مشترک درسته آقای محبری؟ بله کوچه عاشقانه بود، سراح عدالت بوده. بله به راه عدالت. به راه عدالت. بله بله دهه 60 درسته؟ بله دهه 60 بود فکر می‌کنم. بعد پیروی اون عرضم به حضورتون یک جنگی برای تلویزیون ضبط شد به نام جنگی برای فردا یا 1000 رنگ و 1000 برگ که من فکر میکنم که یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که برای کودک و نوجوان در اون دهه 60 ضبط و پخش شد. 1000 رنگ 1000 برگ. 4 تا کارگردان داشت درسته؟ اون 4 تا کارگردان. یکی از کارگردان‌ها چای محبری بودن. بله. خب عرضم به حضورتون که یکیش آقای فردو بودن، یکیش آقای معصومی بودن. سال 67 66 شروع شد 67 تا 68 بله. بله بله. ماشاءالله چه حافظه‌ای داره. بله. برعکس اون چیزی که تو مبصر 4 ساله نشون داده میشد. شروعش اتفاقا همین الان که رسیدم گفتم آقای محبری یادتون هستش که ما اینجا اومدیم و اولین موشک زده شد و ما اومده بودیم با آقای فردو دیدار کنیم که شروع کار همین جنگ 1000 رنگ 1000 برگ از همین جا بود. عجب. یعنی تو همین قسمتایی رو با آقای اکبر عبدی و آقای رویگری و آقای سایر دوستان آقای صدرالدین اجازی و اینا صحبت می‌کردن و برنامه‌هاشون رو می‌ریختن. عجب. خب بعد از اون سریال 1000 رنگ 1000 برگ یا جنگی برای فردا یک سریالی به نام جینگیل و فینگیل، این رو هم با آقای شاه محمدلو ضبط کردیم و در نوع خودش خوب بود. آقای زاهدی مرحوم هم توش بودن که نقشه پادشاهی رو بازی می‌کردن. بعد عرضم به حضورتون در خدمت آقای محبری سریال قیمت قلقلک یا درس شیرین ریاضی یا مبصر 4 ساله کلاس رو دیگه اون دیگه دقیقاً با آقای داریوش مؤدبیان ظاهرا شما یه همفکری با همدیگه داشتید و نهایتاً آقای کدخدایی کردیم که با آقای مؤدبیان مشورت می‌کردیم که اینو چیکار کنیم، یعنی کیا بازی کنن، قرار شد خودم معلم باشم، بعد دنبال اون آقایی میگشتیم که مبصر باشه و اینها. بعد هر دو تا اون در یه لحظه به فکر آقای کدخدایی افتادیم. عجب. بعد یه دفعه هر دو یه نفر، یعنی در همون لحظه بعد دیدیم واقعا درست خود مبصر 5 ساله هستن. واقعا هم همینطور اتفاق افتاد. این داستان درس شیرینی ریاضی هم حالا فکر کنم نظرسنجی هم بشه زیاد همچین شیرین نباشه نسبت به ورزش و انشا و به خاطر همون اسمشو گذاشتم. دلیل خاصی داشت به همون که ریاضی همه ازش گریزان بودن، خود من ازش گریزان بودم موقع مدرسه بودم دبیرستان. بعد به نظر رسید حالا یه اینطوری برعکسش کنیم و شیرینش بگیم، شیرینی که اینقدر فرار نکنیم، لااقل هم قبل از خوندن ریاضی فرار نکنن بچه‌ها. حالا اینو لااقل اسم شیرین براش گذاشتم. یکی از خصوصیات برنامه اونجا این بود که همه میگفتن ما بچه تهرانیم و اهل تهرانیم. آره اسامی هم جالب بود. همه تهرانی زاده، اصل شیرازی، اصل تهرانی رو همه تهرانی فند، چون همه میگفتن ما تهرانی هستیم. بعد چون لهجه داشتن مثلا همشهریای بعضی میگفتن ما تهرانی. حالا که اینطوری شد اصلا همه اصل تهرانی ان دیگه، همه تهرانی. یه سری خلاقیت‌ها و یه سری همون موقع من یادم، حالا نسل ما خود راحت‌تر هم می‌خندیدن کلا. میگم این درس شیرین ریاضی که فرمودن، من حالا واقعی مطلبو بگم، برای خود من واقعا چنین چیزی بود و فکر میکنم کسانی که در اون دوره عرضم به حضورتون یه مقدار فراری بودن از ریاضی، دلیلش اینه که یه مقدار در فراگیری اولیه مقدار سخت مینماد، ولی وقتی که انسان با جبر و مثلثات و ریاضی و سایر هندسه و اینها آشنا میشه و خوب فرا میگیره واقعا شیرینه. یعنی از کسانی که برای سوال همون فرا گرفتن سخته، برای همین هم ما شیرینیشو درک نکردیم. مثال میزنم به معادلات و این جوابش
به شیرینی ایکس و 2 ایکس و توان و جذب و غیره پی میبریم میبینیم شیرینه. این مال اون. بعد از هم موضوعتون یک سریال باز بعد از همون مبصر 4 ساله کلاس درس شیرین ریاضی باز 26 قسمت با جناب محبری تولید شد به نام ماجراهای پشتکوارو یا کاظمی ناظمی که من نقش آقای عزیزم حضرتون کاظمی رو بازی می‌کردم. عجب. که هر بار یه اتفاقی برای بچه‌هامون میافتاد با اون آقای ناظمی که اونم بچه‌ش یه شیطنتایی می‌کرد. دلبندان من، اونهایی که امسال جدیداً وارد این کلاس شدن، جونم واسهتون بگه که ما سال گذشته یک دانش آموزی داشتیم که 4 سال توی این کلاس مونده بود، یعنی در جا زده بود، یعنی رفوزه شده بود و بچه ها بهش میگفتن مبصر 4 ساله کلاس. اما خوشبختانه گوش شیطون کر امسال این مبصر 4 ساله کلاس ما 5 ساله آقا. نه عزیزان من 4 ساله. عرض کردیم 5 ساله. نه جانم سلام عرض کردم آقا. سلام جانم، بازم که تو چشمم روشن. به 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 به. بله آقا چشمتون روشن. بله بازم ما در خدمتتون هستیم. ببخشید یه مقداری دیر اومدیم سر کلاس. رفته بودیم با بابا جونمون کیف بخریم آقا. با اجازه شما. برپا. بازم با اجازه شما. برجا. این ایده مبصر 4 ساله ماه بهری کی شکل گرفت اصلا؟ یادم نیست. به هر حال من با مدرسه اصولا مشکل داشتم. من حتی آموزش پرورشم 13 روز رفتم به درس دادم. 13 روز 13 روز طول کشید. بعد از 13 روز هم من هم دوستان آموزش پرورش به نتیجه رسیدن که آقا من به درد معلمی نمیخوره. روز 13 مهر اومدید بیرون شما. نوع نگاه بعد همون دیگه از اول بعد دیدم نه اصلا حالا بهترین چیز اینه که اون ذهنیتی که دارم رو در تلویزیون کار بکنم. این چون من می‌خواستم با بچه‌ها آزاد برخورد کنم. نوع یه جور دیگه ببینیم چیکار می‌کنیم با بچه‌ها. اینقدر یعنی روش تدریس رو فکر می‌کردید که باید عوض بشه. هنوزم معتقدم باید عوض بشه. چون بنده کارشناس نیستم اما با نگاه به وضعیت مثلا خود بنده این همه بنده جبر خوندم، مثلثات خوندم که ازش متنفر بودم، مثلا دوست نداشتم، ساعت‌های متمادی. خب اینا این انرژی و اون بودجه، اون کلاس، اون معلم بنده وقت بذاره. خب چی من یه دونه فرمولم بلد نیستم. خب به چه دردم خورد؟ چرا ما اذیت می‌کنیم؟ یعنی آموزش پرورش به نظر من احتیاج به یه بازنگری داره که ببینن واقعا چه بکنن. به جای اینکه جالب آقای محبهلی همون موقع من فکر می‌کنم که البته یکی از نمایندگان مجلس بودن که الان فکر کنم در قید حیات هم نیستن که تو کمیسیون قبلا تو وزارت آموزش پرورش مسئولیت داشتن. همون موقع به نمایندگی از بخشی از آموزش پرورش منتقد این برنامه شدن. با ایکیوسان مقایسه می‌کردن. بله متاسفانه یک دوستان من معتقدم که هر کسی حرفی میخواد بزنه باید به گذشتهش فکر بکنه، به آینده حرفش فکر کنه، به اینکه آقا این حرف چه چیزی رو حل خواهد کرد. حالا اون دوست من خدا رحمتشون کنه مثلا فرض کنیم با رئیس تلویزیون اون زمان مشکل داشت. خب آقا شما مشکل دارید با یک آدمی، چرا میرید دنبال یک چیزایی پیدا میکنید آقا مستقیم حرف بزنید، انتقادتون مسئله‌تون رو حل کنید، مشکلتون رو حل کنید. یه برنامه 10 دقیقه‌ای که برای تفریح و ما لطیفه ای رو میایم نمایش میکنیم برای اینکه بچه‌ها خسته نباشن، خستگیشون در بره و شما میایید اونو مطرح کنید که اینو جمله خدمتتون میدم همین راستایی که شما و جناب محبری میفرمایید. باور کنید اکثر اولیایی رو که من در جاهای مختلف باهاشون دیدار کردم و باهاشون بودیم توضیح دادن که من بچم درس نمیخوند. خب از زمانی که برنامه شما رو خونده دیده بسیار درس خون شده، سعی شده، خیلی توجه میکنه و یعنی اثر تربیتی شد. بله درست عیناً اون صحبت لقمان که ادب از چه آموختی گفت از بیادبان، این برنامه اثر مثبتش خیلی بالاتر از این صحبت‌ها بود. منتها خب بعضیا یه مقدار متاسفانه با یه دید دیگه دیدن کارو. من یه بارم کسی گفت بچه من مریض اصلا بیماری هایی که اصلا هیچ جوری نمیشه کنترل کرد، گفت تنها چیزی که یعنی با من خیلی گفت تنها چیزی که بچه راحت میشینه، بچه‌ای که مشکل باش نمیشد نگهش داشت دقت میکرد به برنامه این یعنی اصلا من میگم واقعا از اون برنامه‌هایی که هنوز من باورم نمیشه که چجوری یه تیتراژ انقدر موندگار شه. حالا می‌خوام راجع به این تیتراژ صحبت کنیم. اون داستانم این بودش که ظاهرا یه انتقاد مطرح کردن که مثلا ژاپنی ایکیوسان رو مطرح میکنن، چرا ما باید مثلا مبصر 4 ساله بود. اون دیدگاهش اشتباه بود. نه همون بود.
بود. ببخشید اونها هم یه سریالشون اینطوریه، یه سریالشون ممکنه در انتقاد از به اصطلاح یا طنزی از موقعیت چیز باشه، دلیلی نیست آخه این. می‌خوایم راجع به تیتراژ صحبت بکنیم، یه سری تصاویر رو ولی ببینیم و برگردیم. اینجا چه خبره مبصر کلاس؟ آقا اجازه، اینا همشون توی امتحان رد شدن. امتحان؟ بله آقا. چه امتحانی؟ امتحان حضور ذهن آقا. هیچ کدوم نتونستن بگن که آقا ببخشید یادم رفت برپا بدم. برپا. هیچ کدوم نتونستن چی؟ آقا اجازه، هیچ کدوم نتونستن 3 بار بدون اشتباه بگن که امشب شب سه‌شنبه، فردا شبم سه‌شنبه است، این سه شب و اون سه شب، هر سه شب سه‌شنبه است. دلبندای من، عزیزان من، آخه این که کاری نداره، یه کمی تمرکز و دقت میخواد. گوش کنید بچه ها. امشب شب سه‌شنبه است، فردا شبم سه‌شنبه است، این سه شب اون سه شب، هر سه شب سه‌شنبه است. امشب شب سه‌شنبه است، فردا شبم سه‌شنبه است، این سه شب و اون سه شب و هر سه شب سه‌شنبه است. امشب شب سه‌شنبه است، فردا شبم چهارشنبه است، پس فردا شب پنجشنبه است. شما سوختی آقا. سوختی آقا. برجا بنشینید. بله آقا. بنشینید. چشم آقا. برجا. سری اول مبصر 4 ساله بود. درسته. بله. سال 69 ضبط شد، 71 پخش میشد، 70 پخش میشد. بعد مبصر 5 ساله اومد. 71 5 ساله رو در 26 قسمت ضبط کردیم. آقا کد خدایی چون تو این حوزه انقدر دقیق کاری ما تو ذهنشون شما. بله عرضم بهتون شهریور 71 26 قسمت با ضبط کردیم که از همون مقطع مهر شروع شد به پخش شدن تا سال بعد. یه بحثی در خصوص تیتراژ این ماجرا وجود داره. ببینید این الان مجموعه کارهایی که شما برشمردین و این همه کاری که تو این همه سال ساخته شده، چطور میشه یه تیتراژ گرونی هم نبوده، تیتراژ خیلی سنگینی هم نبوده، نازک‌ترین کار تلویزیون بوده. چطور انقدر موندگار شد؟ این اصلا فرم تیتراژ کی تو ذهن شما شکل گرفت؟ خیلی توی ذهنیت من خیلی وقتی یه کاری رو انجام میدم به شدت متمرکز اون کارم، روی اون کار فقط. یعنی شب فکر میکنم، میخوابم درباره اون کار، از خواب میپرم، هر چیزی مربوط به اون. حالا اینو داشتم اتفاقا کار میکردیم، من یه روزی داشتم خیلی داشتم برای تیتراژ فکر میکردم که چی باید باشه اینا، بعد به نظر رسیدم باید یک شعری باشه، یک چیزی باشه. اینو با تاکسی داشتم میومدم تلویزیون، بعد همینطوری ناخودآگاه، من موسیقی اصلا نمیدونم ولی به این چیزی که روی این داشبورد تاکسی ضرب گرفتم برای این چیزی که شده میگفتم آقا اجازه حالم نکن، آقا اجازه بیا، هی داشتم بعد هی مینوشتم چیزی که به ذهنم میرسید ریتم. بعد این آقای راننده تاکسی هنوز پخش نشد تو برنامه، من نگاه میکنم آقا دیوانه است مثلا، بعد گفتم آقا اجازه بدید. بعد خلاص این توی یک مسیر از خونه تا تلویزیون به نظر رسیدم که این حالا بعداً اصلاح شد ولی اون پیدا شد که باید ریتمش این باشه. شعر باید این چیز باشه. شعر هم همون بود یا بعد رو شعر کار کردید؟ نه همون بود. یه معمای ریاضی بود توی ذهنم. این چی بود؟ این 5 تا و 6 تا میشه 11 تا، این از کجا اومد؟ معمایی وجود داره؟ یه چیزای معمای ریاضی وجود داره دیگه، مثلا چوپونه سوار خرش بود، بعد میشمرد گوسفندا رو، مثلا خرا رو میشمرد، بعد اون که نشسته بود سوار نمیشمرد، بعد پیاده میشد میدید درسته. این چیزای ریاضی توش خیلی زیاد هست از این چیزا، از این معمایی. اینا رو من برای اینکه داشتم یه برنامه‌ای می‌ساختم برای تلویزیون، همین این چیزا رو معماها رو می‌نوشتم، لطیفه‌هایی که بشه نمایشیش کرد به عنوان پایه اونا رو انتخاب کردم. این معمای این ریاضی توی ذهن من همینطور بود. بعد تو این شعر نمیدونم یه دفعه یه اتفاق افتاد دیگه، بالاخره این جور شد. این داستان این که من میخوام پایه‌هام صفر بشه و وایستادم که محکم بشم و اینها بتونار بمیشه. آره این ماجرا تو زندگی تحصیلی خودتونم واقعا، یعنی من میخوام بگم آیکت خدایی وضع تحصیلی خودش واقعا چجوری بود؟ من ازم بزرگتون که البته اگر مبنی بر تعریف نباشه، تعریف از خود نباشه، بله 4 سال اول رو عرضم بزرگتون که خوندم، چون سیستم آموزشی داشت عوض میشد، 5م 6م و جهشی خوندم و رفتم سال اول دبیرستان. این مال این کارنامه من موجود هنوز که خوشبختانه جزو دانش آموزان ممتاز و انقدر محبت مدیرانه و
سایر اساتید و معلمین خوب بود که من هنوز اسامیشون یادمه و واقعا میگم به وجود تک تکشون افتخار میکنم و همیشه براشون آرزوی سلامتی و برای انشالله که سلامت خانواده‌شون همچنین. آقای محب بهری هم که مدرسه عالی ادبیات، شما لیسانس ادبیات فارسی قبل از انقلاب گرفته بودید، درسته؟ بله. من برخلاف آقای کدخدایی که بسیار درس خون بودن، جهشی خوندن و اینها، بنده متاسفانه نه خیلی نمرات بدی داشتم، خیلی سخت ریاضی و اینها دیگه، اصلا همه چی غیر از ادبیات و این چیزها، نویسندگی و هنر و دقیقاً تمام درس‌ها رو 10 و نمیدونم 9 و 8 و 7 و 6 و داستان تو واقعیت برعکس بوده. مبصری کاملا درس خوند و معلمی که ریاضی رو زیاد دوست نداشت. من یه کاری یادم رفت خدمتتون بگم که یه کاری هم انجام دادیم برای جام جم به نام نیمکت جادویی. خب فوق العاده است. آقای کدخدایی کامل فکر کنم 40 سال فعالیت هنری خلاصه کردن. و آخرین کاری که در خدمت آقای بری بودیم سریال مبصر 20 به اضافه 5 بله 20 به اضافه 5 بود تو شبکه آموزش بله. اون برای یه طنزی خواست، خیلی دلشون می‌خواست که تکرار بشه و خیلی اون موقع سال 91 بود. خیلی و بعد بر اساس همون قضیه 5 به اضافه 1 خیلی مسئله بود، ما اومدیم گذاشتیم مبصر 5 به اضافه 20 به اضافه 5 ساله. بعد کلی هم شاگرد سمبالا داشتید. رقم داشتید. از بچه‌های قدیمی بودن اونا یا همین همین امیر هشگردی زاده تو همون برنامه صدا کردیم. نه می‌خواستیم بگیم آقا همه پیر شدن دیگه. عجب. یکی از چیزایی که تو حالا من اون چیزی که ذهنم یاری میکنه، به هر حال یه خودم دسترسی به آرشیو اون موقع برای من سخت بود تو این 2-3 روزه. یادم غیر از یعنی یه اثر اجتماعی رو هم شما دنبالش میگشتید، یعنی آموزش‌های اجتماعی هم اونجا داده میشه، آموزش‌های علمی داده میشد، یعنی دلیل این نویسندگی این قسمت ها با کی بودش؟ من هم اکثر کارا، یعنی بیشتر کارهایی که انجام دادم خودم نوشتم. خودتون هم نوشتید؟ خودم نوشتم. یعنی بر اون اساسی که می نویسم میتونم کار کنم. بعد این در واقع 20 به اضافه 5 که بعد پخش شد و اینها و همین الان حالا اگه ما فرض بکنیم که همچین محصولی قرار باشه تولید بشه، فکر می‌کنید با این نسل جدیده بتونه این ارتباطی با نسل ما گرفت یا نسل قبل از ما گرفت رو؟ به نظر من میشه، چرا نمیشه؟ به هر حال ما همه داریم با هم زندگی می‌کنیم، ما با نسل تازه هم روبرو میشیم. پسرم هست، نمیدونم پسر عموم هست، پسر داییم هست، پسر برادرم هست، اینا همشون با تو همسایه‌ها. بالاخره من با بچه‌ها و جوان‌ها خیلی سر کله میزنم، خیلی شوخی میکنم، باشون حرف میزنم. برعکس خیلی از همسنای من که میگن خسته هستن تو این موارد، من نه، من همینطوری گپ میزنم اصلا. بعد میگم ما جوونا، ما نوجوانا، عجب اشاره میکنم بهش. ولی این اینترنت و موبایل و نمیدونم شدنیه. بله ما این مثلا آوردیم تو کار، اصلا میشه استفاده کرد اصلا. عجب از این فرصت، یعنی از در واقع ابزارهای جدید ارتباطی. بله میشه استفاده کرد. مثلا من تو ذهنم بود این کارا رو بکنم که مثلا مبصر 5 ساله میگه که خب بچه‌ها ما آقای معلم دیر میاد بزنیم میریم کجا، مثلا یه شاسی بزنه مثلا این توی لپتاپ مشخص بشه مثلا من دارم خرید میکنم یا تو صف بانکم مثلا. عجب. میشه ماشینشون خراب شه دارن بنزین میزنن یا از این خیلی کارا میشه، خیلی میشه شوخی کرد با مسائلی که وجود داره. بسیار خوب. بعد توی این سالهای گذشته یکی از چیزایی که باز جالب بود این بود که شما و آقای کدخدایی به عنوان مبصر 4 ساله و 5 ساله تو خیلی از رویدادهای اجتماعی مثل زلزله من دیدم مشترکاً حضور پیدا کردین تو بعضی از در واقع مدارس. هنوز این ارتباط رو با این کارهای اجتماعی برقرار کردید و دارید؟ در ذهن همه هستش، همه میشناسن. خود این ارتباط بهتری رو ایجاد میکنه. مثلا وقتی برای زلزله با خدمت‌های کدخدایی میریم اونجا، خب بچه‌هایی که هستن یا بزرگترایی که هستن یک کمی آلامشون کم میشه. بله کمی از استرسشون به از به حال زلزله شوخی نیست که. خب این مصیبتش بلایی که اومده، حالا دیدن دو تا آدمی که میشناسن و بعد یه شوخیایی که باشون میکنیم، سعی میکنیم یه خورده دردهاشون یه کمی تو چادرشون تسکین پیدا کنه. بله رفتیم تو چادرشون. آذربایجان بود دیگه. بله برزغان رفتیم، حریص رفتیم، احر رفتیم. شما که به هر حال احری. بله. عرضم به خدمت شما که خب می‌خوایم برگردیم به یه اتفاق خیلی جالبی که تو زندگی شما افتاد. البته طبیعتاً برای شما یک آلام و رنج‌ها و دردهایی رو داشت، اما چون جنس برنامه ما این هست، شما یکی از قهرمان‌ها تو زندگی شخصیتون هم هستید. من بعد از اینکه اون خبر اون بیماری صعب العلاج، من لاعلاج نمیگم چون شما ثابت کردید که لاعلاج نیستش، در واقع منتشر شد، خیلی همه نگران بودن. من یادم تو این شبکه‌های اجتماعی، تو مسیج‌ها، توی
پیامک‌هایی که همه به هم دیگه میفرستادن مدام اظهار نگرانی میکردن، اما شما شکست دادید تو 2-3 مقطع. یکی از سخت‌ترین چجوری بود مبارزه با این ماجرا؟ ببینین من به یک چیزهایی من 4 بار شیمی درمانی کردم تو جراحی. بله. برای همیشه من اینو متوجه شدم، یعنی بهش فکر کنم رسیدم که تا وقتی که شما زندگی رو دوست داشته باشین، دوست داشتن زندگی هم یه بردار داره، مسئولیت پذیر باشین، نعمت‌های خدا رو که داده شکرگزار باشید، از این نعمت‌ها استفاده بکنید و وظیفتون رو به عنوان یک آدم فراموش نکنید. اینها کنار هم میشه دوست داشتن زندگی. تا وقتی شما زندگی رو دوست داشته باشید، زندگی هم شما رو دوست خواهد داشت. شما میتونید مشکلات رو برطرف کنید. اون لحظه‌ای که نسبت به زندگی یأس پیدا کردید، مایوس شدید، همون موقعی است که یک حادثه، حتی کوچکترین حادثه، دارید رد میشید، یه دونه از بالا یه چیزی میفته کله شما. یعنی اصلا این انرژی ها میاد به سمت اینکه خلاصه جدای از اینها 2 تا مسئله هم هستش. یکی حکمتی است که خداوند داره که ما نمیدونیم، و یکی هم باور بفرمایید که مثلا کسی به من زنگ میزنه میگه من مشهدم، من قم هستم، من اصلا من نمیدونم که چجوری با من تماس میگرفتن، تلفن من از کجا که دارن دعا میکنن، یا مثلا توی خیابون بغل. خب اینا همشون یک چیزایی است که به آدم یه روحیه‌ای میده که میتونه مشکلاتش رو برطرف کنه. به هر حال من فعلا مشکلی ندارم. حتما حالا مشکل دوره طولانی رو شما مقاومت کردیم، مبارزه کردیم و شکست دادید. من واقعا آرزو میکنم که همیشه سلامت باشین. شما خاطره دوست داشتنی و آقای کدخدایی خاطره دوست داشتنی یه نسل در واقع طولانی مدتی هم هستید. یعنی نمیشه گفت که فقط یک نسل، مثلا یه سال قبل و بعدش، نه، واقعا من توی 10-12 نفر آدمی که باشون صحبت میکردم قبل از برنامه، مشورتی دوستانی که باشون صحبت میکنم، همشون واقعا این حس بسیار زیبا رو نسبت به شما دارن. و متقابل منم خیلی علاقه دارم. یعنی اصلا امکان نداره که من بخوام یک کمی اخ کنم به کسی توی، یا مثلا خودم گرفتار باشم و اگر یک کسی لبخند میزنه سلام میکنه من با همون مسئله روبرو نشم. یعنی همونجوری باش برخورد نکنم. مهم نیست من چه اون که نمیدونه که رویش به هم نباید بریزم. آقای کدخدایی ممنون ازتون به خاطر حضور. آقای محبری خیلی ممنونم ازتون، واقعا باعث افتخارمون بود خدمت شما بودیم. میخوایم از شما دعوت بکنیم 2 تا بزرگوار یه یادگاری برای برنامه ما روی این دیوار ما بنویسید. و قبل از اون بله آقای کدخدایی همیشه به عنوان مبصر 5 ساله کلاس من خیلی علاقه داشتم که شعر بخونه. عجب. خب یه شعر برای بیننده ها بخونه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینم میاد. یه بارش رنگی دارم، میتونی بخونی؟ بله. حفظی؟ آخه ارزم حضورتون می‌خواستم که به صورت حالا چشم. یه بالش رنگی دارم که روش درخت و گل داره، گاهی روی درخت من نم نم بارون میباره، نم نم بارون میباره، شبها که میشه خواب میبینم از این درخت بالا میرم، به آسمون دست میزنم ستاره ها رو میچینم، صبح که میشه یواش یواش از این درخت پایین میام، به دست و پاهم چسبیده چند تا ستاره و ما. ممنون ازتون، مرسی که هستید. ان شاءالله همیشه سلامت باشید. دعوت میکنم تشریف بیارید. البته موزیکال پخش. بله، نه شما خودتون ریتم انقدر از این ور بیایم. بله تشریف بیارید خدمت شما استاد. هر چیزی که فکر میکنید برای مردم میتونه یه پیام. بله اینم خدمت شما همزمان. خب من از این فرصت استفاده بکنم. دوربین چندم آقایون؟ با دوربین 3. ممنون که امشب هم پیگیر برنامه ما بودید. ما فردا شب هم خدمت شما هستیم با یک مهمان جذاب دیگه و روز 5 شنبه همچنان سعی میکنیم که در واقع حس خوب رو بگیریم از تمام اتفاقاتی که دور و بر ما داره میفته. قبلا افتاده فراموشش کردیم و انشالله میخوایم به پیشواز اتفاقات خوبی بریم که به وقوع خواهد پیوست با این انرژی که داریم به سمت همه این. متشکرم مرسی. با انرژی که میفرستیم به سمت همه اتفاقاتی که پیش روی ما هستش. من دیگه به هر حال توی آفتر رکورد حتما تصاویر رو میبینیم. میخوام خداحافظی بکنم ازتون. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. شب بر شما خوش. برسه به آسمون